روزهای آخر میبینیم که در بین جوانان زنازنی های گروهی به وقوع می آید که با کشتن و زخمی شدن نفران و با پس پنجره رفتن چندین نفر دیگر تمام می شود. علت این همه زنازنی ها و بداخلاقی جوانان کبر و غرور و خودپسندی است که نتیجه دور ماندن از تعلیمات اسلامی می باشد. متاسفانه جوانان امروز نمیدانند که به خاطر الله خشم و غضب را فرو بردن و گذشت کردن چیست و چه معنا دارد و در نزد الله متعال چه اجر و پاداش بزرگی دارد. نمیدانند که چنین انسان در نزد الله متعال چه مقام و مرتبه دارد. آنها فقط گمان میکنند که اگر بدی را با بدی جواب ندهم و سکوت کنند قدر و منزلتم پس می شود و مردم مرا ترسو و بزدل می پندارند. به همین خاطر است که وقت غضبی می شوند غضب خود را با زدن و دشنام و حقارت های فحش آرام می کنند و خیال می کنند که با این راه آبرو و مردانگی و قدر و منزلت خود را حفظ کرده اند. ولی ببینید که نتیجه این همه کبر و غرور و اختیار کردن این راه نامطلوب جوان مسلمان را به کجا می کشد؟ یا کشته می شود یا زخمی می شود و یا حتما پسی پنجره می رود. از همه بدتر اشان است که نافهمی در بین دو نفر سر می زند ولی هر یکی از آنها 10 یا 15 نفر دیگر را دعوت کرده به این فتنه شریک می کند که در نتیجه زنازنی و فتنه بزرگ برپا می شود. جوانان عزیز، مبادا در نتیجه این زنازنی ها مرتکب گناهی کشتن انسان شوید یا کشته شوید که در هر دو صورت سزای آن آتش جهنم است. آیا میدانید که سزای کسی که انسان را میکشد چیست؟ خداوند در قرآن عظیم الشأن گناه کشتن انسان را در برابر کشتن تمام مردم روی دنیا قرار داده است و آن را به داخل شدن دوزخ وعید سخت کرده است. ببینید چقدر گناه بزرگ است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند وقتی که دو مسلمان با شمشیرهایشان روبرو شوند و بجنگند قاتل و مقتول یعنی کشنده و کشته شده هر دو به دوزخ می روند. جوانان عزیز، اولا کبر و غرور و خودپسندی را از خود دور کنید. این صفت مردان خدا نیست. کبر و غرور شما را به هلاکت می کشاند. معنی کبر خود را از دیگران بهتر دانستن و دیگران را پست شمردن است. خداوند در چندین آیه های قرآن عظیم الشأن انسان های متکبر را مذمت کرده نکوهش می کند. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند کسی که در قلبش یک ذره از کبر باشد داخل جنت نمی شود. این معلوم است که وقتی آماده زدن می شوید و می خواهید مخالف خود را بزنید خود را از او بهتر می دانید. مگر این کبر نیست؟ این سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما چه ارزشی دارد؟ و بعداً عفو و بخشش و گذشت را از قرآن عظیم الشأن یاد بگیرید. خداوند می فرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین، یعنی جنت به همان پهناییش که مقدار آسمان ها و زمین است برای کسان آماده شده است که خشم و غضب را فرو میبرند و از خطاها و بدیهای مردم گذشت میکنند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. جوانان عزیز، از الله بترسید و عاقبت این کار ناروای خود را خوب اندیشه کنید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.